شخصی که از الله تعالی بی‌ترسد مردم را خفه نمی‌کند، فریب نمی‌دهد، به سوی آنها زوری نمی‌کند و به حال آنها خنده نمی‌کند. چرا؟ زیرا می‌داند که الله از او این را می‌پرسد. و می‌داند که الله فرمان داده است تا احترام حق این مردم را به جا بیاورد. و سبب خودترسی در دلش بوده در معامله با مردم بهترین خصلت را نشان می‌دهد. از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم تقوا را با خصلت نیک علاقمند کرده است. پیامبر با معاذ گفت که در کجایی باشی نباشی از الله بترس، بدیها را با نیکی محو کن و به مردم نیکی کن، زیرا تقوای حقیقی خصلت نیک را به وجود می آورد. اگر آدم طبع بد داشته باشد، با آدمان بد مناسبت کند، حقوق آنها را پایمال کند، پس ایمان وی مشکلی هایی دارد. از الله نه چندان می ترسد، گرچند که پیوسته در نماز در صف پیش ایستاده باشد و با پرستش رویانه اینها فریفته نشوید. این همه با هم علاقمند است. رفتار خوب، عبادت، مناسبت های یخیله همش با هم پیوسته است.